سلام علیکم دوستای عزیز، بازم خیلی خوش میشم که با شما ویدیوهای انشالله جالب شریک میسازیم. دیگه خیلی خوش شدیم دوست عزیزی ما از کانادا پیش ما آمده. این یگانه برای ما خیلی احساس خوشی است. خیلی خوش میشیم الحمدلله که یک دوست ما از کانادا پیش ما آمده، وطندار ما، و دیگه برای ما یک افتخار است که یکی از وطندارا یا هر مشتریایی که پیش ما میاین از راه دور که به نام مطعم العصر حدیث. شما بسیار یک محیط خوب دارن و دیگه دوست عزیز ما زیادتر که به اصطلاح ما معرفی شدن و به اصطلاح گفتن که حتما پیشتان میاییم. ویدیوهای به اصطلاح همایون جان دیدن، همایون افغان که انداخته بودن، بعد از یا مشاهده کرده بودن، باز ما گفتن که اگر پیش آمدم همون یک ماهی برای ما تیار میکنی. انشالله ویدیوی ماهی را حتما میبینین. دیگه همون یک غذا باید ما آماده کنیم تا یک تعریف ما را برای هر دوستا، برای هر کسایی که به اصطلاح خارج از کشور است باید پیش ما بیاین که همراه ما قصه کنن، در قصه های خود ما را شریک کنن و دیگه باز ما بتانیم که میمان نوازی برشان بکنیم. خیلی خوش شدیم دوست عزیز. نام شما آقای صاحب عبدالغفور گفتین نه؟ بله، آقای صاحب عبدالغفور از کانادا آمده. باز خودش انشالله یک معرفی میکنه. انشالله از زبان خودش بشنوین که در کجای کانادا یا به اصطلاح زندگی میکنه. بفرمایید آقای صاحب محترم. بله آقای صاحب محترم، اسم عبدالغفور است از کانادا، باشنده به اصطلاح فارسی شهر تورنتو. من اینجا باشنده میکنم که 25 سال میشه زندگی میکنم و حساب تکنیکی من اونجا مکانیک هستم، حساب موتور ریپر در حد 18 سال میشه و از خود اونجا دکان دارم دیگه مکانیکی. بسیار خوش شدیم. در اول که در شهر دمام آمدین در رستوران مطعم العصر حدیث، دیگه خوش آمدین. دیگه بسیار یک گپ خوبی زدین، گفتین که ما دکان مکانیکی داریم. انشالله میشه پیش شما آمدیم اگه موتر ما اگه مشکل پیدا کرد پیش ما بیاریم. و دیگه چند سال شده که اینجا زندگی میکنیم؟ حساب کن 25 سال میشه ما زندگی میکنیم. خیلی وقت است، یک عمر است. یک عمر است. بازم همین دوستا و عزیزای ما شما، وطندارای ما شما که هست الحمدلله در نقطه دنیا هست. بسیار خوش میشیم الحمدلله که یک موفق هستن، از خود یک کاروبار دارن. اولش کسایی که در عربستان هست، حتی ما دیدیم در ازبکستان دوستای ما شما بهترین کاروبارا داشتن، حتی دبی، الحمدلله کانادا و امریکا. یکی از دوستا که من تماس شدن بسیار ماشاءالله یک زندگی خوبی داشتن. راستش که ما یک احساس خوشی میکنم که هر دوستا که همینطور به اصطلاح میگن که ما اصلا یک کاروبار داریم، الحمدلله یک به اصطلاح شکر که دستتان یک 4 نفر کار میکنه، یک 4 وطندار ما برادر صاحبی یک تنخواه خوب میشه. بسیار گپ خوب است. دیگه خوش آمدین. دیگه چطور شما انشالله شاید که عمره کرده باشین؟ بله حساب کن. بله رفتین. بعد شاید شهر ریاض گفتین رفتین. مدینه منوره رفتین. خدا کنه از دعا ما را فراموش نکرده باشین. خیر، هر بنده مسلمان یک
چی که از فامیل چیز بزرگ فامیل است دعای قلباً دعا کردیم هر مؤمن مسلمان دعا. جذبه جان خوش آمدید از کانادا آمدینه؟ بله. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش شدیم. در شهر دمام در رستوران العصر حدیث آمدید. دیگه نامک جذبه است و دیگه مثلا در مکتب چند است؟ 4. خودت گپ بزن یکم صحبت بکن. Hi, my name is Jasmine, and I came from Canada. I am 9 years old, and I am grade 4 at school. In school. بسیار خوب. خیلی خوش شدیم. دیگه حتما در اتاق یا در یوتیوب رستوران العصر دیده باشید. از غذاهایش دیده باشید و حتما در اتاق هم یک روز جان میکنم. Yes. خودت تسکو مطلب العصر رستوران العصر چه رقم از مایهایش مشاهده کرده بودی ویدیوهایش؟ So far, I have been here the first time. It looks really good. I've seen in TikTok and YouTube that it has really good fish. It's the best fish. It's the top fish in Saudi Arabia. So Al Asr Hadith is the best restaurant. You're welcome. دوستان نگفته نمانه که این ماهی را مرا گفته که از اون ماهی که برای همایون جان که تو تیار کردیم از اون ماهی باید برای ما تیار بکنی. ما گفتم انشالله. اینا بایسا یه سفره لیلو سعی کنین از ماهی های به اصطلاح که برای همایون جان تیار کرده بودیم از اون ماهی آوردیم. نامش امور است. تو یک پیس اوپر اوتادو ما گفتم یک دانش تو بالا کن که ما نشان بدیم. اینا میبینین از این ماهی ها به اطلاع بخیر دیده پخته میکنیم برای دوست عزیز ما. دیگه همراهش ماهی شهری را مندازیم. یعنی ماهی که پیش خود ما در دکان داریم. اسم ما ایوا سعی کنید که از این ماهی بخیر ماهی در برای دوست عزیز ما آماده میکنیم. باز بخیر انشاءالله حتما شما ویدیو را مشاهده کنید. شما میتونید که پیش ما بیاین هر وقت خوش میین. ما به خدمت هستیم براتون دوستای عزیز. آدر که هست ما به عربی طلب میگیم از مشتری های ماست که دائما ما الحمدلله مشتری خود داریم نمایی. بعد از او دیگه دوست عزیز ما که از کانادا آمده برای ما گفته بود که همین ماهی حتما از ماهی همایون جان برای ما بیاریم. ما گفتم بیا که خودتان به چشم خود مشاهده کنین ماهی را. حتما انشالله کوشش میکنیم که شما را باز در ویدیو بندازیم که اگر وطندار دیگه ما باز همین تو ویدیو را دیده از راه دور پیش ما تشریف بیاره. دیگه لالا خوش آمدید. سعی کن که از ماهی از ماهی هست یا نه چی جان میگه مراد ماهی را ماهی همون عربی دیگه. بله سر. بله بس قسمی که ما ویدیو دیدیم در تیک تاک کمی عیناً مثل از ماین افغان آمده بودن و همچنان دیدیم همون سه ماهی هست انشالله همون جاست. درست. بله جان بله اونی آشپزخانه دیگه کیچن همینجا که تصویری و ویدیو گرفته بودن ماین افغان و همینجا هستیم. بله درست آب دانه. مهربانی تشکر بخیر باشید. حتما تشکر. حبيبنا دائما احنا زيت جديد. يعني احنا مرة ركب زيت بالعسل ومرة صباح. اهلا وسهلا بكم مطعم العصر الحديث. ويلكم يا شباب مطعم العصر الحديث. سلام علیکم دوستا. این اینجا آمادگی داریم سلاطی به اصطلاح میوه که ایره بخیر شفیق جان جور کرده است که خوارزاده است از این چیزا استفاده میکنه.
دیگه برادر خودش میگه دیگه برای چی من داده بسیار سلاتی باشه مدلار دیگه میمانی ما ناگفته نمونه که از کانادا آمده فکر کنید شایده ترکوش کده به اصطلاح دیگه برادر از بالوبرای موسیقی آمده که امایون آمده بسیار از مایای مقبول خوبش زیبا دیدنی رو انداختی دلی ما را بود برادر یک میایم از شما از نزدیک مشاهده میکنم بسیار خوب از نزدیک بیاین بخیر حتما ما به خدمت هستیم هر میمانی که میایم باشه بمشان بگو که برادر این چی داده والا دایی میوه است دیگه میوه مشکل دایی هم است انگور است دیگه توت زمینی است دیگه شاتوت است و شاتوت است و سیب هم داریم مالتا هم است دیگه انشالله ایره دستانا برابر میکنیم سانا رو بده جی بسته ها دستان میگیریم انشالله ترتیب دیزاین ناگفته نمونه که رام سلاتی به اصطلاح خضره یعنی سلاتی سبزیجات دیگه چی رقم براتون بگم مثلا دایی چی است رومی است بادرنگ است مولی سرخک است و بعض چیزهای دیگر شفیق جان اضافه میکنه بسیار یک سلاتی مقبول میایه که به اصطلاح ما شما میچیم چیزا این از این چیزا برای سلاته به اصطلاح اضافه میکنه بسیار یک خوشمزه بخیر باز مشاهده میکنه این از سلاته ما به اصطلاح سلاته میوه که گفتیم اینجا تیار شده از شفیق جان که تیار کرده اینا براتون بازم یک از نزدیک مشاهده کنید که این سلاته به اصطلاح سبزیجاتش است انشالله بسیار یک مزه خوبش داره میرم سلاته به اصطلاح میوه است میرم انشالله خدا کنه که دوستای ما تعریفش بکنه باز بخیر میمون ها که بخوره آمده جان دیگه بازم هر دوستای ما دیگه در رستوران العصر خوش میاین درسته شوف يا احباء اليوم يجي عندنا زبون من كندا يعني شوف فيديوهات مشاهدة أقول أنا يبغى سمك من مطعم العصر حديث وعندي فيه معزف سعودي والحين نكلم معاكم مرحبا يا شيخ حسن مرحبتين يا حبيبي الحمد لله يا رب يا رب لك الحمد هذا كندا زبون عندنا من كندا من كندا حبيبي الحمد لله الحمد لله يا رب دائما إن شاء الله إحنا نجاح حياكم الله يا حبيبي النجاح مستمر يا رب امين يا رب حياك واو نیروسی مونه خوش آمدین چی گفتین نان ما را الحمدلله بایرم تیار شد فارسی بگم؟ بخورن بله بسیار مزه‌دار ولی روسی هم واقعا یکی از تعریف است و یکی آدم چی میگه پیش طبیعی چی میگه سرگذشت بسام روسی هم ولی بسیار یک غذای صحی مزه‌دار عالی که ما تعریفش شنیده بودیم اما این آمدیم از نزدیک تمامش کانادا آمدیم بله جان دوستا بفهمه که بله انگلیش هم صحبت کنیم بله بعد ما از کانادا آمدیم دیگه بسیار شنیده بودم تعریف ماهی را العصر حدیث رستوران که یعنی بسیار خوب یک ماهی خوب مزه‌دار میده و همچنان می لحظه نو یک از فامیل از ریاض فکر ما آمدن بله از ریاض هم شنیدم یک فامیل آمدن که تمام العصر ماهیش یعنی تست کنن بله بخورن و واقعا خوب مزه‌دار ماهی بدن خوش آمدن خیلی خوش شدیم با دیگه شما کمی انگلیش صحبت کنید که تو دوستا بفهمن درست است sounds good it's very delicious I mean the food's good the fish is very nice tasty it's excellent I see and then I want to just to stop talking basically continue
the taste, continue the fish. Just I'm gonna, take a bite as more as possible. It's so yummy. It's delicious, good food. Thank you. You're welcome. حالا شب ما امروز خانه های شب بودیم، نان صبح خوردیم و کوشش کردم مثل هر کم بخورم و بیایم اینجا انشالله نان غذای دوستدارتان عزیز منصفی شوید. دائما ویدیوها را دیده بودیم، گفتیم حتما یک ماهی از حدیثه یک چک کنیم. بله. انشالله که خوشتان آمده باشه. بله بسیار خوب، عالی. It's very good, tasty so far. I've never seen it in my life, to be honest. I've had from in Canada. I've had food, fish, variety food I have had before. To be honest, this is one of the toppest, my favorite foods ever I've tasted. So it's excellent. Honestly, I cannot describe much more, but this is good. It's outstanding, to be honest. It's very delicious. خوش آمدین، خیلی خوش شدیم. دوست عزیزم از کانادا پیش ما بودن، حتما از خوشیست دیگه. انشالله این حال ما نان نوشجان میکنیم دوستا دیگه. حبیبی هذا اللحم سمك، شوف سمك